به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران، امروزه برنامه ما نیز نام دارد شعر و سخن. این برنامه رو ما طول یک دو سال می شود که کم و بیش در بین تنفس بود و باز تصمیم گرفتیم که انشاءالله با همراهی برادرمان قاری محمد اقبال رشتی پیشه بگیریم. در این برنامه چی می شود؟ در این برنامه اون غزل هایی که کمک فهمان نیست او را ما به شما تحلیل کردن میتیم و برای پیشروی کار بار ما شما خودتان میدانید که چی کار کنید و هر او چیزی که میخواهید، غزلی که میخواهید که ما تحلیل کنیم در برنامه آینده، شما میتونید که در زیر کامنتر نویسید. انشاءالله با قدر امکان ما تحلیل میکنیم. و امروز در برنامه شعر و سخن من با شما عبدالله بوبیوف و برادرم محمد اقبال رشتی. مرحمت. سلام و درود خداوند به شما هموطنان عزیز و همچنین بینندگان برنامه برادرمون حاجی جان که برنامه شعر و سخن به برنامه شعر و سخن شما را انشاءالله که چی میکنیم خیر مقدم میگوییم. تشکر زیاد برادرم. امروزه در این برنامه ما یک غزلی که ما به نزدیکی راوی این غزل ما بودیم، الحمدلله در شبکه‌های خود موندیم. زیاده ای در اینستاگرام ما به شما نشان میدیم زیاده از 700,000 پراسموتر گرفت و 11,000 لایک و 300 تا کامنتاریا، 8,000 انسان یادگیریش دا پریدات، یعنی که روان کردگان و 4,700 نفر به خودش سخرانی کرده که یگان وقت میشه با ما تکرار مادر دانش گفته گوش میکنم. گفته این غزل نام داره زن خودپسند که راوی این غزل بنده عبدالله بوبیوف و نویسنده این غزل برادرم محمد اقبال رشتی می باشد که در این برنامه ما میخوایم که مخصوص همین غزل رو برای شما تحلیل کنیم. همین گونه نیست برادرم؟ اولین سوالی که من میخوام به شما محمد اقبال رشتی برادرم تیم که همین وقتی که شما این غزل رو نوشتید و من در شبکه‌های شما دیدم فکر کردم که من برای خودتون نوشتید. همین سوال من تو چه اندازه درست است؟ برای خودتون نوشتید؟ واقعا سوالی خوب است، مثلا سوالی جایی است، ولی یک نکته از همه مهمی است که شاعر هر یک سخنی را که می نویسه مقصد به قلم در روی خط می آوره او از حیات شخصی خودش نیست، بلکه وقتی که دیگران در شاعر مقصد عرض میکنن شکایت میکنن که همین خیلی مشکلات زندگی است، یا که همو شخص خودش وقتی که میبینه زندگانی مردم مقصد مشکلات مردم، یعنی که همو چیه مقصد مشکلات مردم چی میکنه مقصد بر روی خط می آوره و این شعری که ما نویسیم به حیات ما یگان چی نداره، مقصد تعلق نداره، بلکه حیات واقعی همین امروز است در شکلی جمع بگیم، یعنی بهترین بود در زندگی مردم. به خاطر که بیشتری یک دوغی روز است، این بیشتری مردم ها همینجا انسان ها نوشتن در زیر همین کامنتر که در حقیقت همین چیز هست. بله واقعا شاعر باید شعر را چی کنه مثلا نویسه روی خط بیاوره که او شعر برای مردم چی باشه، مثلا ضروری باشه و داغی روز باشه که مردم او یگان چی تون گرفتن. بله شعر اینه که در کاغذ هم خیلی خوب را و مردم را درک نکنن نفهمن، یک شعری که از همین حیات واقعی باشه. در خلاص خوش به حال نام داره زن خودپسند میخونیم. خیر قاری جان با اجازت شما و برادرهایی که خواهرهایی که تماشا دارن ما رو، میگه زنی که شیوه صبر ندارد برایش زندگی قدر ندارد، هزاران پند و اندرزش نمایی توان قطره از بحر ندارد. واقعا درست است. همین صبر در زندگی یکی از نکته های مهمترین است که خداوند این صبر به هر کس نمیتیه، مثلا ارزانی نمیداره. زنی که شیوه صبر ندارد، زنی که در هویتی از او و در شخصیتی از او و در رگ و خون و پوست و مغز و چی مثلا استخوان او اگر عادت صبر نباشه برای زندگی قدری ندارد. برای این طایفه زنها زندگی هیچ گونه ارزشی نداره، زیرا او همیشه چیه مقصد مینداره از امو زوری خیش، از امونه که چی میکنه مقصد فرمان برداری نمیکنه شوهرش، یا که امو چیه مقصد خانواده شوهرش، پدر مادر شوهرش، و همیشه کاری را میکنه که عقلی خودش امو را چی میکنه مقصد قبول میکنه. هزاران پند و اندرزش نمایی توان قطره از بحری ندارد. یعنی این طایفه زنهایی را که در رگ و خون اونها عادت صبر نیست، اگر اونها را هر چندم که نصیحت نکنی توان قطره از بحری ندارد. واقعا گفته این بحر پند و نصیحتی نه زندگی خودش یک بحر مشقت مشکلات او را اگر هر چندم که نصیحت کنی او توان یک قطره از همین مشکلاتی
زندگی را نداره مثلا تحمل شه طاقت نداره. بله گمون من اینجا کی مثال همون وقتی که پاند اندرز میکنیشه همون یک چکره نمیگیره که به خودش یک درس شود، بلکه همون یک قطره از بحر مشکلات زندگی را توانی تحملش نداره کی، یعنی همون زنی که شیوه صبر نداره. بله بله. میگن نمیداند که خامی کاری خام است که هر شب چهره بدر ندارد. بله. بدر گفته چی را در نظر داره؟ خب بله. نمیداند که خامی کاری خام است. واقعا همین خامی خودش یک کاری خامه. بله. وقتی که همون خامی کرد باید الکی درک بکنه که همین کاری همین چی است، کاری خامه و او البته که تمام میشوه چی مقصد به ضرر همین شخصی شیمون میشوه. بله. یعنی که غضبناک میشوه همین حالت اوج خامی میکنه. بله بله. منظورش بود. بله. با چی مقصد؟ نمیداند که خامی کاری خام است که هر شب چهره بدر ندارد. در اینجا بدر گفته چی است؟ یعنی ماهتاب وقتی که در آسمان چی میشه مثلا پره میشه موی 15. بله بله. و دنیا چی خدر چی میشه؟ روشن میشه. و همین خوشبختی زندگی ان همو ماهتابه و مشکلات زندگی همو ابری که صدیرای چی را ماه میگیرن. ولی زن باید دانه که او ابرها دائم در پیش ماهتاب نیستن کو. یک زمانی موقته که با باد یا که شمال ابرها را از صدیرای ماهتاب چی میکنه مثلا بره میکنه و باز همو خوشبختی زندگی مثل همو بدر مثل ماهتاب در زندگی چی میکنه مثلا میدرخشه روشنی میکنه. بله. برای این صبر در کاره که همو ابر تحمل کنی که یک چند مدت کوتاه پیش چی را میگیره مثلا محتوا میگیره، یعنی همو مشقت و مشکلات زندگی صدیرای ماهتاب زندگی را میگیرن. ولی خوش به حالی کسی که صبر میکنه تا هم زمانی که ابر از صدیرای ماهتاب زندگی چی کنه روه. بله. خوش به حال. میگه به عقل خویش گر پا میگذارد که خوشبختی بله صدر ندارد. بله. زنهایی که به عقل خویش مقصد پا میگذارن، نصیحت و دستور و فرمان کلانا مثلا پدر و مادر شوهرش، یا که پدر و مادر خودش، یا که شوهرش، یا که مثلا اپا و خواهر اکا و دادرش وقتی که نصیحتش میکنن و نصیحت اونها را چی میکنه مثلا گوش نمیکنه، هرچند که براش میگن فکر میکنه که فقط کاری خودش برای او چیه مثلا درسته، ولی در اصل او تا درک میکنه که هستی زندگیش از دست میتیه. با این معنی مثلا به عقل خویش گر پا میگذارد زی خوشبختی بله صدر ندارد. یعنی صدر گفته آغاز، هیچ کاری، یعنی آغاز هیچ کاری از خوشبختی سر نمیشود. هیچ عائله مثلا پدر و مادر عزیز ما و شما مثلا برادرایی که در پشت چی هستن برنامه اکران که الحمدلله که از روی این گونه فرزندای نیکشون پدر و مادرشون وصف میکنن مثلا تعریف میکنن که رحمت برای پدر و مادر تو. انا همون نتیجه صبر و چی است، زحمت و طاقت و چی است مثلا بردباریه که وقتی که پدر و مادر ما و شما که همین مشکلات صبر کردن طاقت کردن الحمدلله که به زندگی شیرین آباد آمدن و چی کردن رسیدن. این گونه محمد اقبال رشید بزرگی الله چیکار کردن تربیت کردن. خوش به حال شما. یعنی این همه چی است حاصل صبر. بله بله. هر یک پاداش مشقت شیری دیگه هم هست که میگه هیچ آهن خنجری تیزی نشد. انا می شمس تبریز. بله بله. یعنی که یگون خوشبختی ای بله شیرینی سر نمیشه. بله. تلخی داره، مشکلی داره. زندگی میگه که بچه‌م هم وقتی دعا دادن نگم اگه زندگی سر شد پسی بلندی زندگی را صبر کن. درسته. معنیش همین خیلیه. واقعا دامی دو مصرع چیز دیگر هم چی کنیم زم کنیم که میگه به عقل خویش گر پا میگذارد زی خوشبختی بله صدری ندارد. واقعا همین زندگی مثل یک ملت. به چی معنی؟ مثلا همین وطن عزیز ما و شما آیا یک و یک باره به همین آرامی ها رسید، به همین آبادی ها رسید، به همین زیبایی ها رسید، به همین قدر نام نشان رسید؟ نه، این همه نتیجه چی است؟ صبر و زحمت و چی مثلا بردباری. یعنی همین زندگی را به مانندی همیه مثلا به مانندی وطنه، طوری که وطن یک باره ساخته نمیشه زندگی را به یک جو شیشتن یا که فقط به خواسته شخصی خودت خطی چی نمیشه، آباد نمیشه، ساخته نمیشه زندگی، بلکه آباد میشه و ساخته میشه به نصیحت کلانا و مثلا پدر و مادر و کیا مثلا بزرگا و از همه زیاد شوهرش. بله. خوش به حالتون. زی شب تا صبح گرگویی به گوشش غم از بد کرده و قبر ندارد. واقعا زنی که در رگ و خونی او اگر همین عادت صبر نباشه، او اگر زنی با تمکین نباشه، با تحمل نباشه، او اگر ندونه که زندگی چی است و قدر و قیمت و منزلت زندگی چی است، او را چی نصیحت کنی و چی نه، او نه فکری همو کاری بعدی خودش میکنه و نه فکری قبره.
که در پیشگاه خداوند او چگونه به احترامی که نسبت پدر مادر شوهرش میکنه، نسبت شوهرش میکنه، در دنیا هیچ کس پایدار نیست ابدی. یعنی که از عذاب قبر هیچ آگاهی نداره. شاید آگاه داره از همون کبر و غرور خودش، یعنی که نمیگذاره که سرش خم بکنه، یعنی که گفته همون شوهرش بگیره، گفته همون پدر و مادر شوهرش بگیره که خود مونده میگن بزرگا که 4 پیر 4 تکبیر. وقتی که مثال مرد باشه باید زن و سرخشتمانش احترام بکنه، تو پدر مادر زنش این گونه زن باشه اگر پدر مادر، یعنی 4 پیر و 4 تکبیر. بله درسته. و شما یک نکته بسیار خوب عرض کرده که کبر گفته. واقعا زن در راست زندگی باید هیچگاه کبر نکنه. یگانه مسیری که باید انسان سر خم کنه همین چیه؟ زندگیه. زندگی را به گردن بلند کردن، به تکبری و به غرور هیچگاه ساخته نمیشه. یعنی در زندگی باید آدم چی باشه؟ سرخم باشه به همه مشکلاتش، به همه پسی بلندیاش، زیرا که حالی در دوام شعر ان شاء الله میخونه. یک معلم داشتیم دو ما را میگفت که همین سری خمش همشورت نمیبرود، میگفت اون سنگی وزین آب نمیبرود، میگفت درسته. خوشبالش بهترین همون سایه در سودات چه شو سنگ فش. بله. داموش میگه که ای خواهر نصیحت بس کلید است، کسی از کار تو فخر ندارد. لسان شاعری رشته عدو نیست، تحمل میوه زهر ندارد. واقعا نصیحت نه تنها در زندگی خواهرانی که زندگیشون به دست خودشان چی میکنن مثلا ویران میکنن، واقعا نصیحت نه تنها برای زنها بلکه هم برای مردها، هم برای مثلا ما و شما. ما اگر در چی سن و سال کی نباشیم، در چی سطحی کی نباشیم، همیشه به نصیحت کلان‌ها چی داریم؟ نیاز داریم. بله. پدر و مادر و مثلا بزرگا که اونا از ما و شما یک جامه زیادتر پوشیدن، یک قدم پیشتر ماندن، چند نفس زیادتر کشیدن، اونا زندگی را هر آینه از ما و شما بهتر و خوبتر میدونن. ما هیچگاه باید فریفته جهان بینی خیش چی کنیم نخریم، زیرا که بزرگا همیشه هم خیلی میمونن بزرگ. ما هیچگاه از اونا نمیتونیم چی شدن مثلا بزرگ شدن. مقصد این دایی است که آیا خواهر نصیحت بس کلید است، کسی از کار تو فخری ندارد. واقعا نصیحت در زندگی یک کلیدی هست که همه درهای مشکل چی میکنه مثلا میکشه. یعنی ما در زندگی همیشه نیاز داریم به چی؟ به نصیحت، به همه چی مثلا نصیحت، به کلیدی نصیحت. و کلیدی ای در دستی کی است؟ با دستی همون کلانا مثلا بزرگا، پدر و مادر مثلا شوهرش، کسایی که در زندگی چی میکنن مثلا فکر همو را میکنن. کسی از کار تو فخری ندارد. زیرا شاعری رشتی حالی ایرا کم در دربارش کنیم، میگه که کسی از کار تو فخری ندارد. وقتی که تو اگر زندگی تا که از دست دادی، وقتی که زندگی شیرین تا که چی کاری مثلا برباد دادی، وقتی که فکری پدر و مادر فرزندکات نکردی که پدر و مادر در پیش خیش اقربا سرخم میشوند، فرزندکات چی میشن مثلا زنده یتیم میشوند. وقتی که فکر اینا نکردی و به قدر خانه آباد که نرسیدی، کسی از کار تو فخر ندارد. شاید که دشمنات بله، ولی هیچگاه نزدیکای تو از این چی نمیشن مثلا بله فخر نمیکنن. خوشحال انسان یعنی همین عزیزا و نزدیکات در حالت خوشحالن که فرزندشون چی داره؟ زندگی آباد داره، با تمکین مثلا با تحمل، با صبر. زیرا هیچ زندگی طوری که در چی گفتیم در بالا گفتیم، آغاز هیچ کاری از خوشبختی سر نمیشه. همه چیز چیه؟ مشقت. همین زندگی در عموم بگیم از نگاه قیاس به مانند یک چی میمونه؟ کوه میمونه. وقتی که ما و شما که از وطن از طرف شی هستیم مثلا کوهستان هستیم، وقتی که کوه میره برای یگان چی بگیم سیاحت میره، به نهایت تشنه میمونی و تو میدونی که آب فقط همو از همه چی بگیم بالای کوه های تو به پیش او آب رسیدن هزار بار چی میشه؟ جر میشه، مثلا میغلطی و دخار میزنی، در سنگ میزنی، در رگ ها و در همه چی مثلا جر میشه. بر چی قدر مشقت ها، وقتی که به پیش هم آب کی میرسی تشنگی تمیز کنی، همه ماندگی چی میشه؟ میره و فراموش میکنی. زندگی واقعا مثل همین کوه. همین بزرگان میگفتن که زندگی شیشه هسته که شکست او را دیگه تعمیر کرده نمیشه. شاید شود لیکن سرانو داغش میمونه. بله او همون پایش هسته که مثلا بس کاچ خطی یا که بس کدگی لسان شاعری رشتی عدو نیست. لسان گفته چیه معنی داره؟ لسان گفته زبان میشه و از زبان ما در همین شعر همش چیه؟ مثلا نصیحت اومدگی. ما هیچگاه در یگان شعر ما مثلا کاری نمیکنیم که شعر ما با
زیانی مردم باشه، مثلا به ضرر مردم باشه. نه، ما همیشه سعی میکنیم، تلاش میکنیم که هر یک سخن ما به نفع چی باشه، به نفع ملت و وطن و مثلا جامعه و به نفع همی که مثلا مردم خودمان که اونا از سخن ما یک چی تونن مثلا دخشون کسب کرده گرفته. یعنی لسان به معنای چیه؟ مثلا زبانه، یعنی سخنی که از زبانی ما مقصد میبراید. لسان شاعری رشتی عدو نیست، یعنی که دشمن نیست. مقصد از نصیحت کردن ما و از زبان ما هر چی که بیرون میشه هیچگاه چی مثلا دشمنی نیست. بله، چی نیست، مثلا دشمنی نیست، یا که در حق شما بدی خواستن نیست. عدوی دشمنی میشه. بله بله، عدو میشه. واقعا تحمل گفته ایجاب صبر و تحمل. بله، هیچگاه صبر و تحمل میوهش زهر نیست. بله، همه هر کسی که صبر کرد، تحمل کرد، طوری که پیشتر گفتیم، به نزد همون چشمه زندگی که رسید، همه چی قدر مشقت ها و مشکلاتی که تو جور کشید همش میشه مثلا پس سر میشه. و من یک دو مثلا نوشته های درناک خواندم. من مثلا برنامه شما را دیدم، هم در یوتیوب هم در اینستاگرام، کسایی نوشته بودن که اما 30 ساله ها یا مثلا 20 ساله ها، چند ساله ها، بسیار مادرها، بسیار اپا و خواهران نویسن که ما طول 30 سال میشه و طول 16 سال میشه صبر کردم، دیگر نشید صبرم تا این سال هیچی ندیدیم. گفته این واقعا چی است؟ مثلا همون ضعفی ایمانی همو کس و ضعیف بودن چی مثلا اراده همو کس که نابسته از اونی که تو به خوشبختی میرسی نمیرسی، تو مسئولیت خود باید چی کنی؟ مثلا ادا کنی، صبر کنی. شاید که در همون نشیدن همی یگان چی باشه؟ مثلا حکمت الهی باشه. ولی در همه صورت، در همه سطح زندگی ما باید چی کنیم؟ صبر کنیم، صبر داشته باشیم. نابسته از اونی که در پایان صبر به مقصد میرسیم یا کی نه. ولی این دنیا یک زمانی چیه مثلا موقته، تیز میره. شاید که ما همی اجر همی پایان صبر ما در دنیا باشه. ایرا الله خدمت. ایرا اگر ما در دنیا هم که نیفتیم نگرفتیم، در دنیا ان شاء الله خداوند میتونه. یعنی همین سخنی که پایان صبر شیرینه یا که چیه، این شاید که همه شیرینیای صبر در دنیا حس کرده نشه. ولی اینو یعنی همین شیرینی صبر پاداش اینه که هم وقتی که خداوند دستوری به صبر دادگه، ما باید هیچگاه چی کنیم؟ مثلا منت نکنیم که ما صبر کردیم یا که خدر لاش از گفتم میشه که خیلی اینجا که منظور ما و شما این نیست که ما فقط مثلا نفرین کنیم مثلا زنها را. اینم در درون ناخونک بعضی از زنها مادرهایی هستن که خوش به حالشون باور که تولید کردن تمام میگه اگرچه از مادران پیامبری نیست، تمام پیامبران مادری هست. همین هست. تمام مادرها را که باور که خاکی پوشان شم. و این خاطر هم نصیحت‌های قاریجان و مثال ما هم در زنها هست، هم در مردها. خیلی غزل شما یک شاعری ایرانی هم در جب دایود اومد که مخصوص درباره هم زندگی میگه چه خوش اون مهربانی که از دو سر بی. بله بله. یعنی که زندگی از دو جانب هست، از جانب زن هم از جانب شوهر باشه. مهربانی و محبت میگه چه خوش است. میگه زی یک سر مهربانی درد سر بی. یعنی که از یک جانب باشه، از جانب شوهر باشه و از جانب زن نباشه، این درد سر. یا اینکه برعکس باشه، مهر و محبت از جانب زن باشه و مرد نباشه، این درد سر. میگه قصه لیلی و مجنون به همه ما و شما معلوم است. میگه اگر مجنون دلی شوریده داشت، چقدر که لیلی را که مثلا دوست می داشت، میگه مجنون نکه میگه دلی لیلی از او شوریده تر. بله بله. یعنی که دلی لیلی میگه در حق مجنون از او دا میگه بیشتر. یعنی که مهربانی و محبت باید در زندگی کو از دو طرف باشه، فقط از یک طرف نه. صبر. بله. او پدر و مادرایی که ما را به این وقتها رسوندن، به این مثال مرتبه ها رسوندن، اول برزگی الله کو اونو صبر و تحمل کردن، مشقت کشیدن. بله. این اگه حالا الحمدلله میوه شونه چی میچشه. بله درسته. خوش به حالتون. خیلی بار دیگر خوش آمدید برادران. سلامت باشید. یگون کم کوسگی باشد ما از شما منظرت میپرسیم در رفت نوار و میخواهیم که هر او چیزی که نفهمایی است در زیر کامنتر بنویسین. برای دستگیریتون تشکر زیاد منتدار هستم. ما هم دعا میکنیم و آرزو میکنیم که شما در زندگی هیچ وقت شوری تلخی زندگی رو نبینید، آرام باشید، آسوده باشید، انمو شیرینی های زندگی رو بینید. یعنی قدم های فرزنداتون، کلان شدن فرزنداتون بینید. ما هم آرزو میکنیم این چیزا و دعا میکنیم. و برای دستگیریتون بار دیگه تشکر. خدا یار و مددگارتون باشد. در برنامه شعر و سخن من بنده عبدالله بابیوف و برادرم محمد اقبالی رشتی بودن. تا برنامه های آینده
تن و جانتان صحت باشد. آمین.